به نام خدا. امروز میخوام در مورد گلچین کردن آزمون ها صحبت کنم. اینکه این بخش به چه درد میخوره، طی درخواست کاربر مبنی برای اینکه قصد دارن آزمودنیاشون به یک سری آزمون خاص دسترسی داشته باشن و به همه بخش های آزمون ها دسترسی نداشته باشن، سربرگاه رو نبینن، و یا اینکه ما قصد نداریم همه آزمون ها براشون نمایش داده بشه، این بخش طراحی شد و تحت عنوان گلچین کردن آزمون به نرم افزار اضافه شد. ما میتونیم 3 تا گلچین داشته باشیم. من میرم برای این قسمت یک مثال میزنم. مثلا من میخوام آزمون هایی که تو زمینه استعدادیابی هستن و تو برنامه قرار بدم و صرفا این آزمون ها رو بگیرم و از آزمون دیگه نمیخوام فعلا استفاده کنم، یا برای گروه دیگه میخوام استفاده کنم. خب من آزمون هایی که مد نظرم هست رو اضافه میکنم. مثلا من این 4 تا آزمون رو قصد دارم ازش استفاده کنم. هر تعداد آزمونی که مد نظرم باشه انتخاب میکنم و اونا توی یک دسته قرار میدم. میگم اینا برای من توی گروه 3 ساخته بشه. خب اینا من زدم 4 تا آزمونه که میبینیم پای ورزشی کد 58 داره، ردیف 58، کودک ردیف 54، گارنرم 7، کلیفتونم 31. وقتی من وارد بخش آزمون گلچین کردن آزمون 3 بشم، یعنی وارد این گلچین 3 بشم، چون اینجا گروه 3 زدم، وارد گلچین 3 بشم، این 4 تا آزمون برای من نمایش داده میشه. میبینید که عنوان آزمون رو هم نمایش نمیده. خب حالا ما قصد داریم که وقتی وارد نرم افزار میشیم حتی به بخش‌های دیگه هم دسترسی داده نشه و فرد صرفا این 4 تا آزمون رو انجام بده. خب برای این کار کافیه که ما از بخش تنظیمات VIP، تنظیمات ورود، یک کاربر برای این بخش مشخص کنیم. مثلا من برای محسن باقری که 1 2 3 4 5 هست و میذارم گلچین 3. نیازی نیست برای همه کاربرا بسازیم. میتونید یک کاربر برای این بخش انتخاب کنید و با اون کد ورود که وارد بشید صرفا اون گلچین 3 رو نمایش میده. خب ببینید من با محسن باقری 1 2 3 4 5 دسترسی به گلچین 3 دادم. خب وقتی آزمون نرم افزار رو ببندم و مجدد بخوام وارد بشم، رمز عبور از من میخواد. حالا من رمز عبور 1 2 3 4 5 که تعریف کردم و اگه بزنم چی میشه؟ صرفا به این بخش دسترسی پیدا میکنم. آزمونایی که گلچین کردم و از سایر گزینه‌هام نیز برداشته شده. یعنی فرد صرفا در این بخش میتونه آزمون بده. شما میتونید یک کاربری دیگه با گلچین 2 مشخص کنید. هر تعداد کاربری که مد نظرتون باشه میتونید مشخص کنید و صرفا به اون آزمون‌ها فرد دسترسی داشته باشه. اسم آزمون‌ها هم هیدن هست و مشخص نیست.